نیکوت کیلمن ناناستلا رو تو این فیلم 30 بار میبرنش روی دوشن و لنگاشو جر میدن، بهش دخول میکنن، یعنی دیگه قشنگ شورتشو پاره کردن. رفقا سلام، امروز منم تا داستان فیلم بکنه باحاله نیکوت کیدمن رو تعریف کنم. این کسخل اسمش جانه، یه کارمند بانکه که همیشه بدبخت و دست به گل ناره، حتی تو عمرش یه دونه دوست دخترم نداشته و موزش کاملا آکبند. میره تو سایتای همسریابی تا یه حال به احوالش بده دیگه و بین کلی حوله آبدار یه دونه نرسیدش رو انتخاب میکنه و سریع میره یه تخت 2 نفره سفارش میده تا حسابی از خجالت و سوالارش در بیاد. هی آقای کیرخر، حداقل سبک دختره بیاد. بعد یه دختر کوچه صورتی روز انتخاب کرده که قراره از مسکو بیاد. این کسخور هم از صبح تا شب تو فرودگاه منتظر میشه تا این کوچه صورتی رو ببینه، تا اینکه این شاکوس یعنی چیز، این دختری که به اسم سوفیا میادش. اینم تا میش آب از لک و لوچش را میفته. تو را میفهمه که این جنده خانوم یعنی چیز، این سوفیا انگلیسی بلد نیست و فقط روسی حرف میزنه. اینم میگه تو که زبون منو نمیفهمی پس چطور با من انگلیسی چت میکردی؟ که یک دفعه سر میز ناهارخوری این سولاخ صورتی حلقه رو در میاره و تو کونه جان میکنه، چیز تو دست جان فرو میکنه. شب تو اتاق تنها نشسته که سوفیا میاد و میگه بزرگوار چرا تنها نشستی داری با تخمه دقل دقل بازی میکنی؟ طرز استفاده منو بلد نیستی؟ بیا درهای ورودیمو باز کن دیگه. و یهو میپره عبول پسره رو میگیره و میمالدش. بعد از اینکه یه دیوار کامل شیرمرغ ازش کشید بیرون میره و صبح میشه. جان شک کرده که این سوفیا همون دختری که با چت میکرده نیست و داره تو وسایل این جنده خانوم و این چیز توی وسایل دختره رو میگرده که یهو دختره میاد تو و پسره رو صاف میندازهش روی تخت و میگه بیا یه ذره سوسمالی کنی، بیا خلیفه پسره رو بگی. پسرم که کسخور شده خلیفه‌ش رو دستش میده و به دروازه بغدادش وارد میکنه. جون دلم حواس دروازه بغداد کرده. فردا که جان سر کاره سوفیا میره کل خونه رو میگرده و کل مجله خاک بر سری پیدا میکنه که جان هر شب با این مجله و گلنار این فیلم ها راز و نیاز میکرده و دختری میشه همه این فیلم ها میفهم تا ببینه چه حالتی مورد علاقه جانه. شب که شنبول طلا میادش خونه میبینه دختره و تخت منتظرشه، میپرسه این چیه تو دستا؟ دختره میگه کیرخره تناب دیگه. بعد لوک میشن و خودشونو به تخت میبندن و دنبال هوا میکنه که میگه میدونم تو اینطوری دوست داری، بیا به من دخول کن کونکش. داداش احوالم تو شانسه، یعنی ما باید همچین کلوچه صورتی بدون اینا به زندگی کنیم، تو همچین چیزی داری گیرت بیا. بعدش نوبت پسره میشه که یه دفعه جانو میبنن به تخت و این جنده خانوم میره 2 میله به درازی کیر رستم برمیداره. سراغ پسره میاد دیگه، با هم صمیمی شدن و هر شب بساط سوسمالی به راه. سوفیام که هر شب سیس گوشتی گیرش میاد داره برای این کیرخر یه دونه بافتنی میبافه. امشب تولد این خاله سکوسه است. جانم که میخواد تولدش رو جشن سورپرایزش کنه میره یک کیک جندگن چیزه کیک میگیره و جشن میگه که یک دفعه در میزنن و 2 کیرکلفت روس که دوست سمی سوفیا هستن میاد. اینا فقط به زبان روسی صحبت میکنن و جان همینجور شنبول به دست وایسیده و هیچی نمیفهمه. آخر شب شلوارشون در میارن، کیرخر رو پهن میکنن و همونجا میخوابن. صبح که جان بلند میشه میبینه جا تر سولاخ نیست، یعنی چیز دختره نیست. میاد تو جنگل میبینه و میگرده، کل جنگل میگرده و کسچرخ میده تو این سولاخ تلایی چرا نیست، تا میبینه اینا پیکنیک گرفتن و ستایی لب بازی میکنه، ستایی دارن گیتار میزنن. این هم میگه همین گیتار شیاف میکنم تو کس نه. اما این 2 پسرم پیشنهاد میدن بریم شنا کنیم. همگیشون لغ میشن و بدن تخمیشون رو میندازن بیرون
تو آب که یک دفعه جان میبینه این پسره به اسم الکسی داره حسابی دختره رو میماله. یعنی دیگه جلو چشماش رسما دختره رو نموده. هی داداش زنتون کردن، حالا نگران نباش، به حق طبیعت اینم میگذره. آخرش هم میاد سراغ این پسره که زبونش هم نمیفهمه، یه جوری بهش میفهمونه که کون پره ها دیگه تمومه، کیر خرق جمع کنید، صبح بعد از اینجا رفته باشید، یه سیکیر کنه. فردا شب که میشه الکسی کسخورش باد کرده و دیوونه شده، دست و پای سوفیا رو بسته و میخواد بکشش. اینا بهش میگه حالا آروم باش، اینقدر داد نزن، برای تخمات ضرر داره. الکسی میگه همین الان باید بدی بانکی که توش کار میکنی و همه پولا رو در بری، وگرنه سولاخ این بانو رو اتوبان میکنن. اینم میگه نه، کلوچش حیفه. میره هرچی پول تو بانک هست و جمع میکنه و براشون میاره. میفهمه که این جنده خانوم بهش رکب زده و این ستا با هم به دست شدن. اینم میگه هیچی بهتون نمیگم و یه وقت فکر نکنید ترسیدم و میارنش خونه، دست پای جانو میبندن و شورتش رو میکشن روی کلت. الکسی و سوفیا پارتنر همه میرن تو نکی اتاق. پسرم میگه خب نانات رو در بود که امشب یه فیزی میخوام ببرم. دختره میگه اگه به هم دست بزنی جیغ میزنم و امشب از سوز خبری نیست، امشب پریود هستم. الکسی میگه دیگه جند بازی نکن دیگه، بیا لاشروشو باز کن، اشکال نداره، امشب جاده قزوین میریم بانو جان کونت پاره. اما دختری که انگار عاشق جان شده میره لباس بافتنی که برای جان بافته رو میاره و تعیین میکنه که حداقل بیاد جان باهاش حال کنه. بعدم میگه این جان کسمت اصلا با کادوم آشنایی نداشته و ریخته تو من حامله‌ام. الکسی هم که اعصابش تخم تخیلی شده دست و پای سوفیا رو میبنده و همه پولا رو برمی‌داره با اونی که دوستش میرن. جانم از کونپارگی با کل بدبختی و کسکش بازی فشرده تنامو باز میکنه و میاد تو اون یکی اتاق. میبینه که جند خانوم رو بستن. بهش میگه جند خانوم چرا تو رو بستن؟ که اینم میگه که تو مخزنت با شیرموز من پر شده و الان من حاملم و جانم بیخیال میشه. دختره میبریش فروخ که اولین کس خانوم رو فراری بده و بعد بره پیش پلیس و قضیه رو تعریف کنی که میبینه اون دوتا پسره کونشو دوباره میان و سراغ دختره بیخیال سراغ نشدم، به زور میبرنش توی یه هتل. اینم که تعقیبشون میکنه. الکسی میگه عزیز دل بیا دیگه، اولم راست لنگار بده بالا گلم. اینم میگه بابا من حاملم. میگه بی کلی کیرم که امشب حامله، امشب تونل قزوین افتتاح میکنم. که یک دفعه جانم میزنه تو سر الکسی، دوتایی پولا رو پر میدارن و فرار میکنن. میرن فرودگاه. الکسی که به هوش میاد میفته دنبالشون که اگه خواهی لاپادون کسکش